26 ساله از استان گیلان مقابل علی مردانوف از ازبکستان. کاراتکای ازبکستان 19 سال سن داره و رنکینگ 15 جهانو داره و طلای آسیا در سال 2024 و 2025 رو تو کارنامش داره. سارا بهمنیاری که رنکینگ 5 جهانو داره در طی 60 روز گذشته طلای بازی‌های جهانی 2025 که در چین برگزار شد و به دست آورد. این چهره سارا بهمنیار کاراتکای از آستانه اشرفیه استان گیلان اومده که دومین طلای کاراته ایران رو در این رقابت ها به دست بیاره. رقابتی که همکنون با فرمان داور دو کاراتکا به وسط تاتامی حاضر میشن و همکنون رقابتشون آغاز میشه. سارا بهمنیار با باند آبی در سمت راست تصویر مشاهده میکنید، رقص پای آماده. سارا اومده که یه طلای دیگه برای کاراته ایران به دست بیاره. سارایی که همکنون کاپیتان تیم ملی بانوانمون هم هست، تجربه خوبی داره. با 26 سال دیدی که یک دو شروع کرد، اول دست جلوی خودش رو نشون داد و با دست عقب خودش خواست ضربه بزنه ولی خب فاصله داشت و هیچ امتیازی رو حاصل نشد. 30 ثانیه از زمان مسابقه سپری شده. بهمنیار باید پیروز بشه. درسته که حریف ازبکستانی 2 تا طلای آسیا داره ولی این بهمنیاری که پروندهش و کارنامه درخشانتری داره. سارا بهمنیار منتظر حریف حمله کنه ولی خب حریف دست جلوی خودش رو به صورت سارا بهمنیار زد و یک امتیاز به دست آورد. سارا بهمنیار اومده طلا بگیره و امیدواریم که این اتفاق بیفته. یک امتیاز هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. قانون سنشو هم داده میشه به حریف بهمنیار، نماینده ازبکستان، یعنی اینکه اگر این مسابقه مساوی بشه کسی که اولین امتیاز رو گرفته برنده خواهد بود. بهمنیار دیگه باید شروع کنه کار خودشو. معمولا منتظر تو حمله حریف امتیاز بگیره ولی خب الان که عقب افتاده باید حمله کننده باشه، باید امتیاز بگیره. دیدید که پای خودشو خواست بزنه به صورت حریف ولی نباید تکنیکای نصفه بزنه. ما طلا میخوایم، دومین طلامون هم میخوایم. دیدید که یک دو حمله کرد، استارت خودشو زد ولی نمیتونه دستای خودشو به صورت حریف برسونه. باید ضربات دستشو به صورت حریف برسونه، تماس پوستی داشته باشه یا نهایت 3-4 ثانیه. دوباره اومد حملهشو کرد، حریف پا زد ولی خب این پای حریف بود که تو حمله سارا بهمنیار به سر سارا رسید و 3 امتیاز گرفت. ولی خب باید ببینیم داور وسط چه تصمیمی خواهد گرفت. ولی احساس مسئولیت کرد. دیدید که سارا حمله کرد، تو حمله سارا بهمنیار این پاهای حریف ازبکستانی بود. دیدید که تو صحنه آهسته علی انگار رد شده بود ولی خب باز تصمیم داورانه. 2 داور از 4 داور اگر نظرشون این باشه که ضربه امتیاز داره، داور وسط چاره‌ای نداره که این امتیاز رو بده. همونطوری که میبینید حریف احساس مسئولیت کرده از ناحیه پا و این یه نقطه قوتی خواهد بود در ادامه رقابت‌هایی که سارا بهمنیار داره. اومد تعادل حریف رو به هم بزنه پس از حمله‌ای که انجام داده بود. می‌بینید که تو صحنه آهستن ولی پیش از اینکه سارا بتونه حریف رو به زمین بزنه این پای حریف بود که اومد. صحنه آهسته نشون میده که یکم انگار جلوتر از سر سارا بوده. این چهره سارا بهمنیار کاراتکای 26 ساله‌ای که رتبه‌بندی جهانی در جایگاه 5م قرار داره تو وزن خودش. صحنه آهسته رو مجدد مشاهده می‌کنیم ولی خب اگه این امتیازم بدن که احتمال خیلی زیاد امتیاز داده میشه، اختلاف کار 4 امتیاز میشه و کار خیلی سخت خواهد شد. نیمی از زمان مسابقه هم سپری شده و سارا بهمنیار 4-0 عقب از حریف خودش. ولی این چیزی از ارزش‌های این قهرمان گیلانی کشورمون کم نمی‌کنه. سارا بهمنیاری که سالیان سال پرچم کشورمون رو بالا برده. بله همینطور که تو صحنه آهسته می‌بینید پای حریف رد شد. پا باید کامل به صورت تماس داشته باشه یا نهایت 3-4 سانت فاصله داشته باشه، اما چیزی که تو صحنه آهسته همه دیدیم پا رد شد. چهره مربی ازبک رو مشاهده میکنید. ولی خب میگم همونطور که گفتم 2 داور اگر رأی بدم به امتیاز، داور وسط چاره‌ای نداره. 4 داور در 4 گوشه نشستن. از دید اینها انگار امتیاز بوده ولی خب چیزیه که اتفاق افتاده و رأی داوران مونده. اما تا لحظه‌ای که داور وسط رأی خودش رو اجرا نکنه می‌بینید مواره مشاهده می‌کنید خیلی زیاد فاصله خیلی زیادی ضربه رد شد. اصلا بالاتر از سارا بهمنیار رو ضربه زد اما تصمیم داوره که تو کاراته برنده و بازنده رو مشخص می‌کنه. یکی از ضعف‌های داوری کاراته ما که میشه گفت جزو مواردیه که ما تو المپیک نیستیم، همین مواردی که داوری که تصمیم میگیره کی برنده بشه کی بازنده. کاملا مشهود بود که این ضربه امتیاز نداشت
ولی خب کاراته مسابقه لحظه هاست، تو 100 ثانیه تکنیک ها اجرا میشه و داورها تصمیم میگیرن. همچنان احساس مصدومیت کرده، باید ببینیم تصمیم پزشک و داور وسط چه خواهد بود. آیا این ورزشکار میتونه مسابقه بده یا نه؟ فکر میکنم تعادل خودش به هم ریخت و از ناحیه پا احساس مصدومیت کرد. این چهره سارا بهمنیار، کاراتکایی که تو المپیک 2020 توکیو هم حضور داشت ولی در کل در المپیک رتبه 5 به دست آورد، دستش از رسیدن به مدال کوتاه موند. خب منتظر اعلام امتیاز هستیم که بله داور وسط همونطور که گفتیم 3 امتیاز رو به حریف ازبک داد. 4-0 به سود نماینده ازبکستان. آخرین مسابقه هم که این دو کارت بله تو حمله حریف دست عقب خودش رو سارا به صورت حریف زد، 1 امتیاز گرفت. همینه، 1 امتیاز گرفت. میتونه همین صورت ادامه بده، میتونه جبران کنه و پیروز این مسابقه بشه. آخرین رقابتی که این دو کاراتکار در مقابل یکدیگر قرار گرفتن، اتفاقات خیلی ناگواری افتاد تو بخش داوری که چندین بار سیستم امتیاز قطع شد، زمان جابجا شد، امتیازهای پیاپی دادن. بله دوباره سارا باید حمله کنه، دیدید که دست عقب و جلوی خودش رو پیاپی زد، نتونست امتیاز بگیره. نباید فرصت بده به حریف. 1 دقیقه و 19 ثانیه زمان باقی است. همچنان 4-1 به سود حریف ازبکستانی. 1 دقیقه و 19 ثانیه. سنشو هم با ازبکستان، یعنی سارا حتی 4-4 هم بخواد بکنه یکم ریسکه و باز حریف برنده است. باید ما پیروز بشیم تو این رقابت و دومین طلامون رو به دست بیاریم. تا اینجای کار 1 طلا توسط فاطمه صدیقی در کاتا. حمله کننده تیم ازبکستان بود ولی در جواب حمله این سارا بود که دست عقب خودش رو رسوند، تکنیک حریف رو رد کرد و 1 امتیاز دیگر رو به دست آورد. 4-2. یکی از شگردای سارا بهمنیار اینه که تو حملات حریفه که امتیاز میگیره. تونست الان امتیاز رو بگیره، پای خودش رو باید صد بزنه، پا رو آورد نشون داد، نتونست، دست جلوی خودش زد، میخواد تعادل حریف رو به هم بزنه ولی نمیتونه. تا اینجای کار 4-2 به سود ازبکستان. 1 دقیقه و 8 ثانیه زمان داره سارا، میتونه نشون داده تو لحظات پایانی هم تونسته بازی و پیروز بشه. سارا بهمنیار کاراتکای با انگیزه، با استعداد و با تجربه تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران اومده که دومین طلا رو به دست بیاره. ما 3 نماینده دیگه هم فردا داریم تو کاراته، امیدواریم که تعداد مدالمون بیشتر از اینا باشه. چه پای زد سارا، چه پای زد، ماشاءالله به تو. پای جلوی خودش رو تو صورت حریف زد و 3 امتیاز به دست آورد. نتیجه کار 5-4 به سود سارا بهمنیار. ماشاءالله و غیرتت. 5-4 به سود سارا بهمنیار. 1 دقیقه تا طلای کشورهای اسلامی. همینطور که گفتم سارا میتونه بگیره، نشون داده تجربهش، سابقه خوبی داشته که حتی اگه بازی هم بازنده بوده لحظات پایانی تونسته طلا بگیره. ما اومدیم با طلا برگردیم. درسته که علی مسکینی پس از 2 پیروزی نتیجه رو واگذار کرد، اما این فاطمه صادقی 1 طلا تو کاتا گرفت. سارا بهمنیار اومده دومین طلا رو بگیره. 3 نماینده دیگه هم فردا داریم که ان شاء الله خوشرنگ‌ترین مدال ها رو برای اون به دست بیارن. 45 ثانیه تا پایان این مسابقه. 2 تا خطا داره سارا، 5 تا خطا میتونه بگیره. داره عقب میره گوشه تاتای، منتظر حریف حمله کنه. همینم شد. تو حمله حریف دست عقب خودش رو به صورت زد. 1 امتیاز دیگه گرفت سارا. 6-4 سارا بهمنیار. 36 ثانیه تا طلای کشورهای اسلامی. ماشاءالله به تو. باید مراقب پاهای حریف باشه، ولی اگه اون اورهاشو حریف بخواد بزنه خطرناکه. دیدید که داوری تونست اون امتیاز رو بگیره. درگیر میشن، میخواد تعادل حریف رو به هم بزنه. فکر میکنم باید این کارو فراموش کنه. 3 بار تا الان اومده تعادل حریف رو به هم بزنه ولی نتونست. یه خطای دیگه، ولی این بار اخطار به ازبکستان دادن چون گرفت سارا بهمنیار رو. 2 تا اخطار هر دو کاراتکار دارن. 6-4 به سود بهمنیار. 24 ثانیه تا طلا، دومین طلا. ماشاءالله تو باید بزنه. دوباره تو حمله حریف باید ضربه میزد، نباید درگیر میشد. گوشه تاتامی قرار داره سارا بهمنیار. ببین باید مراقب پا باشه، درگیری که هیچ تکنیک درستی رد و بدل نمیشه. 10 ثانیه تا دومین طلای کاراته ایران در کشورهای اسلامی. 5 ثانیه، 4 ثانیه. 6-4 به سود سارا بهمنیار. از تاتامی خارج میشه و 1 اخطار الان از داور میگیره. 3 ثانیه مونده. سارا باید تو این 3 ثانیه مراقب پاها باشه. هانسوکو چوی میشه. 1 اخطار دیگه ممکنه سارا رو به خطر بندازه و اخراج بشه، ولی نه. 3 ثانیه مونده. درگیر میشن. سارا فاصله میگیره ولی این مربی ازبکستان درخواست ویدیو چک داده برای کاراتکار. اصلا متوجه نشیم چه تکنیکی رو اجرا کرد تو این درگیری. بعید میدونم این ویدیو چک
نتیجه‌ای داشته. چهره پگاه زنگنه سرمربی تیم ملی کاراته کشورمون رو مشاهده می‌کنید که تو دوران قهرمانی هم برای کشورمون افتخار آفرینی کرده بود. کاراته بانوان ما اومده به دنیا ثابت کنه که ما بهترینیم. صحنه آهسته رو مشاهده می‌کنیم. بله برای این اورام آواشی فکر می‌کنم درخواست ویدیو چک داده که اینطور که مشاهده کردیم پا باز پایین‌تر از سر سارا بهمنیار بود، ولی خب باید تصمیم داورا رو ببینید. دیدید که پای قبلی که ازبکستان زد با داور امتیاز، بله امتیاز رد میشه، ویدیو چک نو میشه، ویدیو چک داده نمیشه به ازبکستان. ببینیم چه اتفاقی میفته. صحنه آهسته رو مشاهده میکنیم. سارا بهمنیار قهرمان پر افتخار کشورمون دومین طلا رو تا ثانیه های دیگر به دست میاره برای کاراته ایران. امیدواریم که طلاهای کاراته مثل گذشته بله به پایان رسیدیم. مسابقه سارا بهمنیار با نتیجه 6-4 قهرمان بازی های کشورهای اسلامی شد. این کاراتکای گیلانی، کاراتکای پر افتخار، ماشاءالله به ادب و اخلاق تو که پیش حریف میری. ماشاءالله به شما. خوشحالی سارا بهمنیار و پگاه زنگنه سرمربی موفق تیم ملی رو مشاهده میکنید پس از کسب دومین طلا کاراته در بازی‌های کشورهای اسلامی. چهره مسعود رهنما رئیس فدراسیون هم مشاهده کردید. یه لحظه برای تبریک از این صحنه‌های آهسته یعنی افتخار آفرینی کاراتکای گیلانی رو مشاهده میکنید. این ورزشگاه حدود